ریاضی دقیقاً به چه درد زندگی میخوره؟ شاید از خودت پرسیدی ریاضی دقیقاً به چه درد زندگی میخوره؟ مگه قراره تو آینده با انتگرال خرید کنم؟ ولی ریاضی فقط درباره عدد و فرمول نیست. ریاضی یعنی آموزش مغز برای فکر کردن دقیق. وقتی ریاضی تمرین میکنی، در واقع داری مغزت رو تو ناحیه پیشانی فعالتر میکنی. جایی که مسئول تصمیم گیری، حل مسئله و کنترل احساساته. هر بار که یه مسئله حل میکنی، مغزت شبکه‌ای از نورون ها رو تقویت میکنه که همونها بعداً موقع تصمیمای مهم زندگی به کارت میان. از انتخاب شغل گرفته تا مدیریت احساسات. ریاضی یعنی یاد گرفتن نظم، منطق و صبر. یعنی ساختن مغزی که میتونه تو دنیای شلوغ امروز آرام، دقیق و منطقی فکر کنه. پس چیزی مثل انتگرال شاید توی زندگی روزمره به کارت نیاد، اما مغزی که با ریاضی ساخته میشه همه جا به کارت میاد.